بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين. أما بعد، حافظ ابن قدامه رحمة الله عليه در کتاب نفیس خیش عمدة الاحکام میگویم باب المحرم یأکل من صید الحلال، باب آیدی آن که شخصی احرام بنده، شخصی محرم، شخصی که نیت حج و عمره کرده است، از صید شخصی حلال میخورد. یعنی شخصی که محرم نیست، نیت حج و عمره نکرده است، ولی در همون منطقه ها زندگی دارد یا سیر دارد یا صید می کند، اون شخص حلال است. وقتی که آن صید حلال را به شخصان حاجی یا عمره کننده پیشنهاد کنند، از گوشت آن شکار آیا شخص حاجی یا عمره کننده می خورد یا نه؟ یعنی در این باره یا دو حدیثی که از امام بخاری و امام مسلم رحمت الله علیهما در کتاب صحیحین خود روایت شده از جمع آوری کردم. بعد از آن حدیث 246 را ذکر کرده گفتند که عن ابی قتاده الانصاری رضی الله عنه ان رسول الله صلی الله علیه وسلم خرج حاجا فخرجوا معه. این حدیث از ابو قتاده انصاری رضی الله عنه و ارضاه میگوید که پیامبر صلی الله علیه وسلم با نیت حج سفر کردند و این سفر سفری صلح حدیبیه بود. مرادی پیامبر صلی الله علیه وسلم عمره بود، ولی پیامبر صلی الله علیه وسلم حج کننده برآمدند. این دلالت میکند که عمره را هم حج گفته میشده است، چون عمره زیارت است در لغت و حج هم در لغت زیارت است، زیارت مکان معظم یعنی کعبه، و عمره هم زیارت است یعنی به سوی کعبه. و حضرت ابو قتاده پیامبر صلی الله علیه وسلم را وصف کردند که همچون حج کننده از مدینه به سفر برآمدند. فصرف طائفة منهم فيهم ابو قتاده وقال خذوا ساحل البحر حتى نلتقي. یک خبری آمد که گویا کسی به پیامبر صلی الله علیه وسلم هجوم میکند. بعد پیامبر صلی الله علیه وسلم صحابه ها را به دو قسم تقسیم کردند. یک قسمت را گفتن شما به ساحل بحر سفر کنید، یعنی از مدینه میروند به سوی بحر سرخ و در ساحل بحر به واسطه ساحل بحر سفر میکنند تا مکه، تا جایی که وا میخوریم شما گفتن علاهیده از طریق ساحل بحر روید. فاخذوا ساحل البحر، این قسمت از صحابگان بر پهلوی ساحل بحر سفر کردند. فلما انصرفوا احرموا كلهم الا ابا قتاده لم يحرم. وقتی که آنها به میقات روبرو شدند، همه آنها نیت حج کردند، نیت عمره کردند، غیر ابا قتاده که نیت نکرد. یعنی یگانه آدم حلال در بینشان ابو قتاده بود. حلال یعنی به معنای که برای وی حالی چیزهایی که برای عمره کننده حرام گشت برای او حلال باقی ماند، از جمله صید شکار، صید کردن برایش حلال بود. فبینما هم یسیرون اذ رأوا حمر الوحشی، ناگاه وقتی که در سفر بودند یک خری وحشی را دیدند. خری وحشی ما خری گورخر میگوییم، اون حلال است. پیامبر صلی الله علیه وسلم خری خانگی را حرام کردند، اما خری گورخر اون حلال است. وقتی که یک گورخری را دیدند حمل ابو قتاده علی الحمر، ابو قتاده به سوی آن گورخرها هجوم کرد، یعنی به شکار شروع کرد. فعقر منها اتانا، یک گورخری ماده را شکار کرد.
فنزلنا فاکلنا من لحمها. اینها حاجی بودن، عمره کننده بودن، گفتن که ما فرو آمدیم، یعنی از بالای شترهاشون فرو آمدن و زمین و از اون گوشت گورخر خوردن. یعنی وقتی که گورخر را شکار کرد و پخت، اینا فرو آمده خوردن. ثم قلنا انا اکل لحم صید و نحن محرمون. بعد از آن سوال پیدا شد، گفتم ما احرام بستگی هستیم، ما در داخل عبادت عمره هستیم، برای ما صیدی حیوان ها حرام است، لیکن این صید را آیا خوردنش برای ما حلال است یا حرام؟ گفته شبهه کردن. فحملنا ما بقی من لحمها. اون گوشتی باقی مانده را برداشتند و فادرکنا رسول الله صلی الله علیه و سلم فسألناه عن ذلك. وقتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم را دریافت کردند، پرسیدند از گوشتی گورخر که آن را ابو قتاده شکار کرد و آیا برای ما حلال است یا نه؟ قال منکم احد امره ان یحمل علیها او اشار الیها. پیامبر صلی الله علیه و سلم ببینید استفسار کردند. این دلالت میکند که آدم مفتی سوال دهنده را میپرسد، چون شاید بعضی شرط ها در او یافت نمیشد یا بعضی موانع در او یافت میشود. بنابراین آدم مفتی باید سوال دهنده را پرسد. از همین جا هست که علما گفتند که باید انسان سوال خود را خود دهد، نه به واسطه، چون که واسطه نمیداند تفاصیل کار را، به تفصیل مفصل نمیداند حادثه را. پیامبر صلی الله علیه و سلم اینا رو پرسیدن که یگان نفری شما امر کرد ابو قتاده را که اون خری خانگی، خری اهلی را ببین، اون خری وحشی را ببین، شکار کن. گفته اون کس امر کرد؟ گفتن که نه. یگان کس اشاره کرد؟ گفتن که نه. اشاره یعنی با قاش و چشم، یعنی یگان کس اگر با خودش که با زبان گفتن منع است، یعنی آدم حاجی یا عمره کننده به یک شخص حلال نیست که گوید که اون شکار کن گوید. گفتن که من از اشاره چی؟ با چشمش نشان دهد، یعنی اشاره کند که شکار کن خوریم، گویده ملکه نادرست میشد. بنابراین پیامبر صلی الله علیه و سلم یگان کس امر کرد؟ گفتن نه. یگان کس اشاره کرد؟ گفتن نه. قالوا لا. قال فكلوا ما بقي من لحم. خیلی شد اون گوشتی باقی مانده را خورید. و فی روایت فقال هل معكم منه شیء. در بعضی روایت هم است که یگان چی از همون گوشت باقی مانده است از شما، در شما؟ فقلت نعم. ابو قتاده گفت که بله یا رسول الله باقی مانده است. فناولته العضد. دستش دادم، بازوش دادم. فاکلها. پیامبر صلی الله علیه و سلم خوردند. یعنی این دلالت میکند که اگر آدمی حلال بدون امر و اشاره آدمی محرم اگر شکار کند و به حج کننده ها پیشنهاد کند، خوردنش حلال است بناء به همین حدیث.